چرا در ثروتمندترین کشور دنیا تقریبا همه مردم قرضدار هستند، حتی برای موبایلشون؟ ببین، قرض گرفتن اینجا ننگ نیست، عیب نیست، برعکس بخش از زندگی عادی مردمه. در آمریکا اگه قرض نگیری، اگه کردیت کارت نداشته باشی، اگه قسط نداده باشی، سیستم اصلا تو رو جدی نمیگیره. خب به چی معنا؟ اینجا همه چیز روی یک پدیده میچرخه، روی کردیت اسکور. اگه کردیت نداشته باشی، یعنی نمیتونی خانه بخری، نمیتونی موتور بخری، حتی بعضی وقتا خانه هم کرایه کردن نمیتونی. و برای اینکه بتونی کردیت اسکور خوبی جور بکنی، باید قرض بگیری و اون قرض را سر وقت پرداخت بکنی. پس اگه میبینی بعضیا در چند سال زندگی در آمریکا خانه‌های لوکس خریدن، تعجب نکن. اکثرشون با قرض 20 ساله یا 30 ساله خانه خریدن، یعنی تا نصف عمرشون قسط میدن. دانشگاه اکثر مردم با قرض درس میخونن. موتور تقریبا همه قسطی است. اما اصل قضیه اینجاست. چرا نقد نمیخرن؟ چون اینجا کسی نمیتونه 30,000 یا 40,000 دلار ذخیره بکنه که نقد موتور بخره، یا 5 لک یا 6 لک دلار ذخیره بکنه که خانه بخره. نه اینکه مردم کار نمیکنن، کار میکنن، حتی 2 شیفت هم کار میکنن، زن و مرد هم کار میکنن، ولی مصرف‌ها اونقدر بالایه که مردم به سختی از این ماش تا ماش بعدی زندگی خودم میچلونن. برای همین که حتی آیفون‌های 7 پرو مکس که دست مردم میبینی، اونها هم قسطی هستن، قسطای 2 ساله، 3 ساله. پس قرضداری در آمریکا همیشه به معنای بیپولی نیه. خیلی وقتا یعنی تو داری از سیستم استفاده میکنی. اما یادت باشه در آمریکا قرض مثل یک چاقو است، یا قدش نان میبری یا دست خودت. اگه خوب استفاده کردی زندگی خودت میسازی، ولی اگه نتونی صحیح ازش استفاده بکنی، زود به خانمان میشی یا هوملس میشی. انتخاب با خودت است. خوش آمدی به آمریکا.